سلام و صبح بخیر دوستو. راییم بخیر طرف غجور دیگه سعی که دوستان ما از سنگ ماشره امروز ماشاءالله هوا صاف است. بعد از مدت ها و بارش ها دیگه و هم کوی قاده است که برف داره. برف ماشاءالله امروز خوب هفته است. بعد از بارندگی ها اگر که بارندگی گفته خب بازم هوا صاف است. اینجا را بارندگی ها چه رقم خراب کرده سرک را. نمای از غجرک یادا غجرک میگم دوستان. این نمای غجرک است. نمای از غجرک کسایی که از اینجا از غجرک اگر ویدیو رو ببینه دیگه انشالله همو خاطرات و همو منطقهش میتونه سیل کنه و خاطراتش تازهش نه دیگه چی خاطرات داشته و کسایی که از غجرک هسته. کسایی که از ساحه بعضی اینجا چی لوکس خانه جور شده در غجرک. رفتم دوستا ویدیو سیر گفتشونه ویدیو اگر کم قصه های دیشتش دوستا از بزرگی خیلی انشالله ببخشین من. دوزام رئیس طرف مکتب که برای مکتب شمس جوی سلطان و آب برده مسیر